یه اپلیکیشن توی سراسر اینترنت سر و صدا کرده به اسم رندوناتیکا. این اپلیکیشن شما رو ممکنه به هر قبرستونی ببره، یعنی اینکه تا جنازه بگه تا مکان متروکه، و به صورت کاملا رندوم بهتون یه مکان میده و شما باید برید اون. شما رو مکانابی میکنه و بهتون نزدیک لوکیشن خودتون یه مکان، یعنی اونجا تو اپلیکیشن هر اتفاقی بیفته توی اپلیکیشن ثبت میشه، یعنی از مکان متروکه تا جنازه بگیر هر چی بهتون میده، نزدیک لوکیشن خودتون بهتون میده و شما به اونجا سفر میکنید و یا ممکنه بلای سرتون بیاد یا ممکنه اطلاعات کسب کنید و ارائه بدید. هیچ چیزی ممکنه. بریم ببینیم. قبل شروع لایک فراموش نشه، زنگوله رم بزن که وقتی دوشم ببینی. بریم شروع کنیم. لیتس گو. از فیس میترسی داشت؟ فیس نمیترسم، اون تا یه جایی هستیم. آها اگه خب دیگه چاره ای نیستش، محدودیت داره دیگه متاسفانه. کو آها اونجاست. خب برو ببین اینجا یکم وضعیت جدیه. ببین لوکیشن چیکار میزنه. حتی که بیرون شکم الان چیکار کنم؟ کوین بده. هیچ کوین میده کو نمیدونم. بزن حالا ترای 100 تا دارم. کی ترای کن بزن. نه ببین لوکیشن درسته. ببین لوکیشن درسته. شد 80 تا فکر کنم از الان. سیچ. نه بسا باگ شد الان. یه دارم میگیرم. نه بیا عقب بیا اونجا. بیا عقب تر. وای خاموشه. بسا این میشه. اون یکیه. بیا اون یکی. همون اون یکی هست. بیا حاجی پشت. ها یعنی پشتشون انباریه. این چی؟ یعنی پشت این بلوک انباریه. اصلا بلوک نیستون. قد کن بلوک نیست، انباریه. اون انباریه الان. آره بیا بریم دورتر. خیلی گاز بودیم. یه لحظه وایسا. واقعا برنامه حقیقت داشت. اون خونه چند ماه پیش یا چند سال پیش آتیش میگیره، یعنی اینکه آتیش میگیره و چند نفر تو اون ساختمون میمیرن و این خونه الان به همین دلیل این برنامه رندوناتیکا این لوکیشن رو بهمون داد و ما رفتیم سمتش و اصلا در لحظه گفت لوکیشن رو بهمون داد که لامپ این خونه به رنگ صورتی به طرز عجیبی روشن بود. انباری بود فکر کنم اونجا، حالا نمیدونم. و اینجای قضیه جالب میشه که اون خونه آتیش گرفته، اصلا کسی توی زندگی نمیکنه. خیلی هم اون خونه مردن و الان کسی هنوز جرئت نکرده وارد اون خونه بشه. میبینیش؟ الان طبقه چنده؟ 1 2 3 طبقه سوم الان. خب الان از اون طرف بیم لامپ طبقه سوم روشن یا نه؟ اوکی. لامپ طبقه سوم خاموشه، یعنی جای لامپ نیست طبقه سوم. اوکی ولی شیشه هم شکسته است. نمی‌کنید دقیقا همون خونه که آتش گرفته همون سمت طبقه سوم. خیلی عجیبه که طبقه سوم چراغش روشنه ولی از این طرف خاموش. هیچ جاش منطقی نیست. یه خونه متروکه چرا باید به رنگ صورتی چراغش روشن باشه که اصلا در صورت اینکه اون خونه اصلا چراغ نداره. اینجاش جالبه. حالا چرا اینو میگم؟ اصلا به چه دلیل الان میخوام ثابت کنم که چه متروک است. به چند دلیل. یک، اولا که اصلا خونه آتیش گرفته، اصلا خونه خراب شده. خب
2 اصلا کسی تو زندگی نمیکنه. 3 پنجره شکسته است. 4 اصلا لامپش رنگ عادی نداره، رنگش صورتیه. خیلی عجیب تر از اونه که لامپش صورتیه، اصلا رنگ چراغش صورتیه. بگیم قرمزه منطقی تره چون خونه متروک است دیگه. اگر هنوز دکمه سابسکرایب رو نزدید حتما بزنید که خیلی کمک کنید. همتون گرم، بریم ادامه بدیم. این دقیقا نشون دهنده اینه که خونه متروک است. در ضمن اگر سابسکرایب نکردید حتما انجام بدید، این کار خیلی بهم کمک میکنه. دم همتون گرم دیگه، حرفی نداریم و پیس اوت.